عزیز این بود مقدمه که ما و شما در این چیز کردیم. بریم بخیر و جزء اول قرآن عظیم الشان. قرآن عظیم الشان اگر پیشتان است لطفاً این رو باز بکنین. بریم به سوره فاتحه. در سوره فاتحه مثلا دوستای عزیز هر متوجه باشین که وقتی سوره را ما و شما میخونیم، هر سوره یک موضوع اساسی داره. اگر همین موضوع اساسی از این سوره را ما و شما بفهمیم، بعد از اینکه این موضوع اساسی بیان میشه، باز دیگه موضوعات تو آمده میره، 1 2 3 4 5 و به این شکل ما این سوره را وقتی که مکمل میخوانیم بسیار خوب میفهمیم و به بسیار سادگی را میفهمیم. و ما تصمیم دارم که انشاءالله در این درسا همین قسم پیش برم که موضوع اساسی سوره را و موضوع اساسی که یک سپاره قرآن در اون میچرخه سر ازی بحث میکنیم و باز بالاخره آیات قرآن در این راستا یک یک بیان میکنیم تا ما و شما یک قرآن شناس خوب شویم و فهم بسیار خوبی به قرآن عظیم الشان داشته باشیم. خب حال شما سوال خواهد کردین که همین موضوع اساسی سوره فاتحه چی هست؟ ایره برای ما بگم. موضوع اساسی سوره فاتحه این هست که سوره فاتحه خلاصه کل قرآن است. یعنی کل قرآن عظیم الشان امی 30 سپاره کل ازی خلاصه شده در سوره فاتحه. کلش در سوره فاتحه خلاصه شده هست. خب اینال تمام موضوعات اساسی قرآن در سوره فاتحه است. این چی هست موضوعات اساسی قرآن که در سوره فاتحه است؟ قرآن 3 موضوع اساسی داره. عقیده توحید است، عبادت توحیدی هست و منهج و روش زندگی توحیدی هست. 3 چیز. این رو خوب دقیق در کتابچه‌تان یادداشت بگیرید. موضوعات اساسی کل قرآن چی هست؟ 3 چیز است. او 3 چیز چی است؟ عقیده توحید، عبادت توحید و ای که ما با کدام منهج و روش زندگی توحیدی داشته باشیم. این 3 اساس قرآن است. قرآن برای ما عقیده توحید یاد میده. وقتی که عقیده توحید یاد گرفتیم، قرآن برای ما عبادات توحیدی یاد میده که چه قسم تو باید عبادت بکنی. عبادت مخصوص کی هست؟ چه قسم انجام بدی؟ با کدام اسلوب؟ در کدام مکان؟ در کدام زمان؟ این موضوع دوم قرآن هست که عبادات توحیدی رو بیان میکنه. سوم منهج و روش زندگی. من چه قسم زندگی بکنم؟ خب هر کسی یک روش زندگی داره. اروپایی ها یک روش خاص دارن، امریکایی ها یک روش خاص دارن، آسیوی ها روش خاص خود دارن. لکن روش زندگی توحیدی چه قسم است؟ که من حیث یک موحد زندگی بکنی با فامیلت، با اعضای خانواده، با خود، با خالقت، با مخلوقاتش. این چی هستن؟ این چی است؟ موضوع قرآن است. همین 3 موضوع کل قرآن این خلاصه شده. همین 3 موضوع در کدام سوره هست؟ در سوره فاتحه هست. اول عقیده توحیدی چی هست؟ عقیده توحیدی معرفت و شناخت الله سبحانه و تعالی هست. یعنی الله سبحانه و تعالی را ما باید بشناسیم. ببینید چه قسم الله را معرفی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الله را معرفی کرد. خالق آسمان ها و زمین کی است؟ الله هست. الله کدام ذات است که عبادت مخصوص از او است؟ الله کدام ذات هست که اطاعت مخصوص از او است؟ الله ذات هست که برای ما حق، باطل، صحیح، غلط، جایز، ناجایز، حلال، حرام کل زیر بر ما احکام بیان میکنه. الله هست. پس کل زندگی خود باید به نام کی بکنیم؟ به نام الله. بسم الله نعیش وقتی که میخوریم، بسم الله اکل وقتی که می نوشیم، بسم الله میگیم. یعنی چی معنی؟ بسم الله اشرب، به نام الله می نوشیم. در خانه داخل میشیم، بسم الله، به نام الله داخل میشیم. پس قرآن بر ما میگه که این روش زندگی. اول الله را بشناس، با زندگی این قسم بکن. الله
دیگه چی است؟ الرحمن است، دیگه الرحیم است. در اسماء و صفات الله ما الرحمن یعنی رحمتش بسیار وسیع است، شامل تمام مخلوقات میشه. و الرحیم است که امی نعمت های خدا بر کلگی میرسانه. پس الله را بر ما معرفی کرد که الله را بر ما معرفی کرد، شناختن و ایمان داشتن به الله، معرفی خالق تمام مخلوقات که نامش الله است، شناخت صفات از خالق که الرحمن است، الرحیم است، تخصیص حمد بر از او، لله الحمد لله، لله برای حمد برای الله است. الرحمن یک صفتش، الرحیم صفت دیگهش، مالک یوم الدین، مالک و صاحب روز قیامت که هیچ کسی در اونجا مالکیت نداره، مالکش الله هست. در دنیا بعضی مالک های مجازی هست، مثلا من مالک از این قلم هستم، اما این موقتی هست، روزی که مردم این قلم هم خلاص میشه از پیش من. مالک دنیا و آخرت، مالک حقیقیش الله هست. سوره فاتحه بر ما معرفی میکنه مالک یوم الدین. خب الحمدلله سیکن، الحمدلله رب العالمین، الحمد لله الله کی است؟ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم. چهار صفت الله را بیان کرد. رب العالمین الله هست، رب العالمین الله هست. تمام این مخلوقات ما را زندگی کی داده؟ الله. مرگ کی میده؟ الله. شفا کی میده؟ الله. بر ما احکام کی تعیین میکنه؟ الله. اینا کلش بر ما معرفی میکنه که رب العالمین، الرحمن، دو صفت، سوم صفتش الرحیم، چهارمش مالک یوم الدین. عالمیه بر ما دومی کاری که هست، اول گفتیم معرفت الله هست، دوم عبادت توحیدی هست. عبادت توحیدی چی هست؟ عبادت توحیدی یعنی تخصیص عبادت باید برای کی باشه؟ به الله باشه. اینجا الله سبحانه و تعالی دومین موضوع اساسی قرآن بیان میکنه که انسان ها و جن ها باید عبادت کنن. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبل از این مشرکین میگفتن نعبد الله، الله را عبادت میکنیم، لکن جملهشان یک مشکل داشت. وقتی که میگفتن نعبد الله، باز پسار میگفتن که نعبد غیره، نعبد الله، الله را عبادت میکنیم، باز میگفتن و نعبد غیره، یعنی بغیر از الله دیگران را هم کم کم عبادت میکنیم. الله متعال در سوره فاتحه قطع کرد امی گپ از اینا را، گفت وقتی شما مسلمان میشین بگوین که ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم. وقتی که خاص الله را عبادت میکنیم دیگه در اینجا باز کسی دیگه داخل شده نمیتونه. از نگاه زبان عربی همون کسایی که بسیار عربی رو زیاد میفهمیدن و بسیار دانشمندهایی بودن که در زبان عربی بسیار مهارت داشتن، راهشان بسته کرد، دیگه مشرک مداخله کردن نمیتونن. عبادت اصلی توحیدی را بر تو معرفی میکنه که عبادت توحیدی واقعی چی هست؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط از الله را عبادت کنی، فقط از الله استعانت بخوایی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام ابن کثیر میگه که اینجا مفعوله که ایاک هست، میگه ایره چرا تکرار کرده؟ میگه للاهتمام والحصر، که بسیار به اهمیت بدی، بسیار مهم است که خاص عبادت بر الله شود، خاص استعانت از الله خواسته شود. بعد از این و حصر چی نمیگه که یعنی دمی حصر شد که یعنی عبادت فقط برای الله هست، بغیر الله دیگه عبادت نیست. ملائکه، پیغمبران، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اینا بر از اینا عبادت نیست، عبادت فقط برای الله هست. متوجه شدین؟ پس سوم چی هست؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب فهمیدیم. عالمیه میگه که سوم منهج و روش زندگی رو بر ما نشان میده. منهج و روش زندگی توحیدی چی هست؟ منهج و روش زندگی است که اهدنا الصراط المستقیم. اینه منهج چی رو میگه، روش چی رو میگه، مذهب چی رو میگه؟ امور راه و روشی که تو در او حرکت میکنی. قرآن عظیمشان برات میگه روش توحیدی میخوایی، اسلوب، راه و مذهب توحیدی میخوایی، این چی هست؟ اهدنا الصراط المستقیم است که به الله میگه که یا الله مرا هدایت بکو به راه راست. چرا انسان هر قدر کوشش کنه
اگر مثلا نماز نمیخوانی، نگو که من نماز شروع میکنم میخوانم یا من گناه را توبه میکنم، بگو یا الله، اول بگو که یا الله اهدینی الصراط المستقیم، اهدینا الصراط المستقیم، مرا هدایت بکو به راه راست، مرا توفیق نصیب بکن. چرا اگر توفیق الله نباشه کس نمیتونه که به راه راست بره. اهدینا الصراط المستقیم. این راه مستقیم کدام راه هست؟ باز دیگه آیت قرآن میگه صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بالاشان انعام کردی یا الله، مرا به مور راه هدایت بکن. این روش زندگی توحیدی هست. یعنی موحدینی که قبل از ما رفتن از زمان آدم علیه السلام تا محمد صلی الله علیه و سلم و صحابه و تابعین و تبع تابعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم است، راه کسایی که بالایشان انعام کردی. کی هستن اونا؟ من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، انبیا هستن، صادقا هستن، من النبیین و الصدیقین، شهدا هستن، صالحا هستن که الله با اینا به چیزی از اینا شهادت داده هم. پس یا الله ما رو برای از اینا، برای کی ببر؟ برای نبیین و صدیقین. اول به برگاه منهج درست چی هست؟ که انسان باید دست دعا به برگاه الله پیش بکنه. دوم راه درست الله معرفی میکنه که او چی هست؟ راه درست راه نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین است. سوم اجتناب از راه کسانی که منحرف شدن. دو قسم انحراف است. انعمت علیهم روش درست است. کی هستن انعمت علیهم؟ منعم علیهم کدام مردم ها هست؟ مرا معرفی بکنیم که بشناسم. ما شما خود تدبر میکنیم. انعمت علیهم که الله بالایشان انعام کرده، در قسمت از این کسایی که در قرآن تخصص دارن اینا چی میگن؟ میگه کسایی هستن که کتاب الله را، وحی الهی را میفهمن و به او عمل میکنن. دو کار میکنن. اگر میخوایم در جمله انعمت علیهم باشیم چی باید بکنیم؟ کلام الله را بفهمیم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بفهمیم. اول باب العلم قبل القول والعمل. امام بخاری یک باب گذاشته هست، باب العلم. اول بفهمیم و بعد از او سخن عمل بکنیم. پس اگر کس میخواد که در جمله امی صف منعم علیهم، یعنی کسایی که بالایشان انعام شده هست، در صف از اینا داخل شوه، چی صفت باید داشته باشه؟ قرآن و سنت بفهمه و به عمل بکنن. نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین امی صفت داشت. نرای کسایی که غضب بالایشان شده و کسایی دیگه که گمراه هستن. خب مغضوب علیهم کسایی که غضب سرشان شده، یا چی صفت داشتن؟ یا علم داشتن خوب زیاد، عملشان صفر، غضب الله سرشان نازل شد. یعنی عالمی که بسیار عالم باشه و خود شیخ الحدیث بگیره و شیخ التفسیر بگیره و بسیار لقبهای ماستر و دکتر و متخصص و بسیار داشته باشه، ولی این عمل نداشته باشه، سر از این غضب الله هست. الله میگه که به الله دعا بگو که یا الله در راه از اینا مرا نبریم. در صف غضب شده ها مرا داخل نکنی. علمای یهود علم داشتن، آنقدر علم داشتن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ولایتش بشناختن که این پیغمبر تولد شد، پیغمبر تولد میشه، پیغمبر این صفت داره، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. الله میگه اینا اینقدر معرفت داشتن به پیغمبر، مثل که یک شخص فرزند خود در بین میلیون ها انسان. شما بچه که تان اگه صاحب فرزند هستین، همین فرزندتان شما پسرکتان یا دخترتان در بین هزاران نفر رها بکنید در میشار، در بین هزاران نفر که تیر بشین از شیشه موتر اون بچه که اون هست، از راه رفتنش، از حرکتش، از چشمکایش، از چهرهش، از بینیش، از کلش. علمای یهود که غضب الله سر از اینا نازل شد، مشکلشان چی بود؟ که اینا میشناختن پیغمبر با تمام صفاتش، لکن انکار کردن. حتی وقتی که یک عالم رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو بحیرا، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در 12 سالگی میبینن بشناسن، این با تقوا میباشه، از اون منطقه فرار میکنه باشه، میخواد در اینجا گوشه نشینی بکنه، جدا باشه از اینا،
برای از اینا توضیح میکنم، میگه که برای کاکایش میگه ای فرزندت نبر، اوشکو کیده نبری در شام. چرا؟ گفت اونجا مغضوبی علیهم هستن که ایده میشناسن و میکشن. از این خاطر علمای خطرناکی هستن که پیغمبر، دعوتگر، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین توهین و تحقیر خو میکنن، دشنام خو میتن، بدگویی میکنن. اگر از دستشان به تفنگچه را در اینجاش میمانه و میکشیش. این مغضوب علیهم است. ضالین که هستن که اینجا برای ما و شما گفته شده که از اونا دوری بکنیم. ضالین کسایی هستن که اونا علم ندارن. چی میکنه؟ قرار شیشته در مسند علما، نه تحقیق میکنن، نه میخوانن، نه زامت خدا میتنه، خلاص همینجا شیشته دیگه گفته میره. اینا امو راهبای که کی بودن؟ گوشنشینای نصارا بودن. اینا چون کتاب نمیفهمیدن، سنت پیغمبر خدا نمیفهمیدن، عیسی مسیح علیه السلام چی گفته او را نمیفهمیدن، انجیلی که بالای عیسی مسیح نازل هست این را نمیفهمن، چی میکنن؟ او را مثلا ماندر خطایش در اونجا و از دل خود عبادت جور میکنن. چی میکنن؟ والا ما همین عیسی مسیح را دوست داریم و ترانه بخوان و قوالی بخوان و چیغ زده برو. بالاخره چی شد؟ صفات الله را به عیسی مسیح دادن و بالاخره به اعتقادات بت پرستای قدیمی مبتلا شدن. گفتن نه، یک خالق نیست، یک معبود نیست، سه معبود است، یکیش پدر است، یکیش پسر است، یکیش روح القدس است. الله متعال گفت لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. کافر شدن. و الله متعال میگه از این مردمان نباشین، جاهلی که حکم الله را نمیفهمه و مردم گمراه میسازه. و مردم از این چی میکنه؟ مردم از این پیروی میکنه. شاگردا دارن و شاگرداش بسیار با اخلاص هستن و سرسخت دفاع میکنن، ولی اینمی انسان ضالین هست. ضال چی هست؟ که در بدعت ها مبتلا هست. کل بدعت ضلاله. هر نوآوری در دین گمراهی هست. پیروای عیسی مسیح در دین چی آوردن؟ بدعت یک مکفره است که انسان کافر میسازه. بعضی بدعت هاست که انسان فاسق میسازه. بدعت مکفره چی هست؟ که مثلا یک نفر بخیزه، مثلا پیروای عیسی مسیح برخواستن و بدعت کردن. بدعت چی را؟ بدعت سه معبودی را که ما دارای سه معبود هستیم. پس این هست چی مشکل از اینا. خب حالا که خصوصیت ها یا ویژگی های سوره فاتحه را میخوانیم، اول خصوصیت سوره فاتحه است که ادب دعا را برای ما و شما تعلیم میده. چه قسم به الله دعا بکنیم؟ وقتی که میخوایم به الله دعا بکنیم باید اول حمد الله را بگیم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بگیم که الله تو رب العالمین هستی، تو رحمان هستی، تو مهربان هستی، مالک یوم الدین هستی یا الله. این ادب دعا هست که اول باید صفات الله را بگیم. باز از او عریضه خدا پیش کنیم، برش بگیم که نه، اخلاص خدا پیش کنیم. اول صفات الله را میگی در دعا، باز اخلاص خدا برش پیش میگیری که یا الله ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو دارای صفاتی که هستی و فقط تو را عبادت میکنم و فقط از تو استعانت میکنم. اهدنا الصراط المستقیم. باز عریضه ما چی است؟ اهدنا الصراط المستقیم. ما را هدایت کن برای راه راست، نه برای کسایی که مغضوب علیهم و ضالین هستند. این خصوصیت اول. این سوره را سوره فاتحه میگن. چرا؟ باز کننده دروازه های رحمت است. باز میکنن دروازه های رحمت، رزق، کرم، عطای الهی را باز میکنن. مفتاح یا این فاتحه میگن به خاطر اینکه مفتاح چی را میگن؟ کلی میگن. کلی تمام قرآن است که سوره فاتحه را فهمیدی کل قرآن امی مطالب بر تو بیان میکنن. متوجه هستین؟ دیگه خصوصیت سوم سوره فاتحه چی است؟ سوره فاتحه گفتگو هست بین خالق و مخلوق. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم روایت کرده میگه که عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و سلم میگه که من لم یقرأ
فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا. کسی در نماز سوره فاتحه را نخواند، نماز از این دیگه چی شده؟ خب باز اینجا میگه که اگر کس پشت سر امام باشه چطور کنن؟ میگه اقرا بها فی نفسک، میگه در نفس ابو هریره رضی الله عنه پیش خود بخوان. فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت قال الله تعالی، حدیث قدسی است، میگه الله متعال میگه که قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، من همین نماز یعنی سوره فاتحه هست، این میگه من تقسیم کردم بین خود و بین بنده خود، دو نصفش تقسیم کردم، نصفش سعی کنم نصفین. خب ولی عبدی ما سأل، برای بنده ما هست هر چی که سوال میکنه. فاذا قال العبد، وقتی که بنده گفت الحمد لله رب العالمین، الله چی میگه؟ قال الله میگه حمدنی عبدی، بنده مرا حمد کرد. الحمد لله رب العالمین، وقتی که در نماز میخوانیم چی میگه الله؟ الله میگه بنده من حمد مرا کرد. خب وقتی که میگیم الرحمن الرحیم، الله متعال چی میگه؟ قال الله، الله میگه اثنى علی عبدی، بنده من بالای من ثنا فرستاد. سبحان الله. و اذا قال، وقتی که بنده میگه مالک یوم الدین، قال الله چی میگه؟ مجدنی عبدی، بنده من مرا تمجید کرد. و قال مرة فوض الی عبدی، بنده من تمام کارهای خدا برای من تفویض کرد. خب فاذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگه وقتی که بنده گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله متعال میگه و هذا بینی و بین عبدی، یا در بین ما و در بین بنده ام است، ولی عبدی ما سأل، بر بنده ام است آنچه که سوال میکنه. فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال میگه الله متعال میگه هذا لعبدی، ای بر بنده است، و لعبدی ما سأل، مرا بر بنده میتم آن چیزی که سوال کرده، طلب کرده، خواسته هست. پس وقتی که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این فضیلت سوره فاتحه است. اگر کسی سوره فاتحه را به این شکل بخوانه، برای یک 10 دقیقه ما شما تفریح میکنیم، بعد از او باز انشاءالله سوره بقره را شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.